سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به چنل ما. بچه ها اومدیم با ویدیومون که امروز بستمون از کیمدی رسید. بستمون این هستش که قراره اینو واسهتون به اصطلاح امروز آنباکس کنیم و من از 3 مدل کارتای 2026 آیکانز هیروز چمپس واسهتون گرفتم تا براتون امروز آنباکس کنیم و قراره یک آلبوم هم داخل این باکسمون داشته باشیم. بریم که واسهتون آنباکس کنیم، وقت رو نگیرم، لایک ساب فراموش نشه. بریم سراغ جبم. بچه ها اومدیم واسه آنباکس این باکسمون. بچه ها بذارید من جامو درست کنم. خب بچه ها ما قراره آنباکس همون قراره با این چاقو انجام بدیم که بچه ها قراره با این چاقو کیمدی ها رو براتون باز کنیم و باکس ها رو آنباکس کنیم براتون که شما ببینید. لیتس گو سراغ باکس ها. اول از اینا خب بچه ها این ور این نمیزنه. خب بچه ها اینم از این باکسمون. خب بچه ها این واسه باکس این باکس. خب بچه ها اول از این هر که حالا کیمدی خریده باشه مطمئنم از سایت همیشه این رو میبینید. بچه ها همه تون همیشه این باکس ها رو میبینید. خب بچه ها رسیدیم سراغ اصل مطلب. بچه ها اینجا آلبوم رو داریم. باکس من واسهتون میذارم این ور، پکا رو با همه چی براتون میارم. اینجا ما آلبوم رو داریم. این پشت آلبوم که کارت بالوندور طرحش، اینم جلوش. بچه خیلی آلبوم قشنگ شده که بچه 2 کارت هم یا نه باید تو این داشته باشه. بچه دیگه اینجوری نیست دیگه اینجوری نیست. بچه این آلبوممون شد. این هم ورقاش. بچه آلبوم فرقی خیلی نکرده، ولی بچه جنس کلن روی آلبوم. خب بذارید من آلبوم 25 واسهتون بیارم. بچه این آلبوم 25 بچه ها که حالا خالی هم هست، چیز خاصی نیست. اولین چیزی که با این فرق داره جنس روشه. روی یه حالت پلاستیکی داره، اگه بگیرم تو اگه دقت کنید بله روی یه جنس پلاستیکی داریم ولی اینجا نداریم. یه جنس تلق ماننده که اومده روی کارمون بچه ها، که به نظر من سال پیش خیلی خوش کیفیت تر بود از لحاظ آلبوم. بریم داخل آلبوم بچه ها. ببین چی داریم اینجا بچه ها. وای خیلی خیلی محکم تر شده. این جایی که کارتا رو میذاریم خیلی محکم شده بچه ها. خیلی خوب شده بچه ها. خدایش نگاه کنید این چقدر نرمه. این به نظر من اگه صداشم دقت کنید اینجوری حالا بچه خیلی خوب شده. این خوب شده، کیفیت جاکارتیا بهتر شده، ولی بچه جنس روی آلبوم ها واقعا خیلی بهتر بود سال پیش. که بچه این آلبوممون شد. بچه این از آلبوممون. این 2 آلبوم رو میذاریم کنار بچه ها لایک ساب کنید و بچه ها واقعا به حمایتاتون نیاز داریم. بچه ها بریم سراغ دوباره تو جعبه که کیمدی هامون هستش. این از کیمدی های بایستید از چمس شروع کنیم. این از چمس هامون بچه ها. این از هیروز هامون بچه ها. این هم از آیکونز هامون بچه ها. آیکون بچه ها من تلفظ درست اینا نمیدونم، حالا پک های جدید آیکونز میگن آیکون میگن. حتما تو کامنت ها برام بنویسید بچه ها. یک کات میدیم برمیگردیم که این پک ها رو واسه تون آنباکس کنیم. الان برمیگردیم. لیتس
بچه اومدیم سراغ انباکس اینا. ببخشید یه کات دادم بچه. حالا اینا ما فعلا میذارم که حالا الان میخوایم بررسی کارتا رو انجام بدیم. حالا این کارتا رو فعلا میذارم کنار. خب بچه بذارید من اینا واسه تون درارم که آنباکسش رو داشته باشیم. این پک های آیکانز بچه ها من اینجا براتون میچینم. این 3 تا پکمون که روی پک ها هم آقای جورج بست هستش. این از 3 تا پک آیکانز بچه ها. میریم سراغ پک های هیروزمون. پک های آیکانز بچه ها به نظر من امسال خیلی ترکونده، خیلی پک های خوبی است بچه ها. به نظر من آرزو هر کیم بازی بود که حتما داخل پک ها 3 تا کارت باشه بچه ها. خدای خودتون بهتر میفهمید چی میگم بچه ها. خدای همه تون میدونید دیگه، منظورم رو بهتر میدونید. همه کیملی فنا آرزوشونه که یه پک 3 تایی کیملی باز کنن که همیشه منتظر بودیم یه باگی تو کیملی بخوره ما 3 تا کارت در بینم پک های هیروزمون. این هم پک های چمسمون بچه که خیلی خوشگل شده. چه پک هایی هم مثلا فرستادن بچه. پک های چمسمون خوب فرستادن. پک نیمار فرستادن، تونی کروس و آقای دوباره نیمار هستش. این از پک هامون هستش بچه ها. کلا بهتون نشون بدیم. آیکان 3 تا آیکان، 3 تا هیرو، 3 تا چمس. این از پک هامون هستش. حالا بریم واسه آنباکس. لیتس گو. خب از اینجا شروع کنیم. پک نیمار بچه. خب بچه برای آنباکس ما از این ور استفاده میکنیم. خب بچه این از پک نیمارمون. صحت و سلامت دیگه بفرمو دیگه. همین الان پک رو واسه تون باز کردم. خب ما نیازی فعلا به قیچی نداریم. خب بچه بریم سراغ این پکمون بچه ها. اینو بذاریم کنار. پوشکاش. آقای پوشکاش رو داریم برچسب و امضای مارتینز بچه ها. سیگنیچر مارتینز در اومد، دروازه‌بان آرژانتینی. این از کارتمون در اومد. این از کارت اولمون بچه. این از کارت اولمون. برچسبمون هم که پوشکاش در اومد. بریم سراغ پک دوم یعنی تونی کروس. خب بچه بریم واسه تونی کروس. بچه بچه اسمش افتاد. آقای کاکو نمیشناسم بچه. اینو بچه اگه اسم ایشون رو میشناسید تو کامنت ها بگید. اسمشو فرناردو گاگو نمیدونم بچه، خودتون بگید دیگه. به جورجینیو. یا ابوالفضل جورجینیو بچه چه کارتی در آوردیم. جورجینیو بچه در آوردیم. کارت خوبی در اومد بچه. فعلا که راضی بودم. بریم از پک نیمارمون دوباره پک چمس بریم باز کنیم. بکسی سیگنیچر برچسب لوئیس سوارز. و کارت بعدی میرسیم به کارت فلامینی. آره بچه این آقا رو داریم، ایشون رو داریم بچه. این فعلا 3 تا پکمون بود. 3 تا کارت چمسمون این در اومد. بله بچه فوکس کنه قشنگ. این 3 تا پکمون در اومد که ما فعلا این 3 تا پک رو میذاریم اینجا. میریم سراغ پک های هیروزمون که میرسیم اینجا. پک چلسی آقای لمپارد. بله با فکر کنم دک پوگبا بودش. با پوگبا فکر کنم دروگبا بود فکر کنم بچه. پک هیروزمون ببینیم که چی در میاره. یا ابوالفضل بچه حالا ما با اینا خیلی کاری نداریم. اکشن فیگورمون
یا ابوالفضل، یا علی، کریستیانو رونالدو. در نقش کی هستش اینجا؟ آقای اوه بچه من نمیگم در نقش کی هست، قشنگ از بچه اینجا رو نمیذارم ببینید اسم رو. بچه خودتون دیگه از رو ظاهر قشنگ معلومه، بچه چه کارتی به در وردیم از پک هیروز کی بود؟ از پک هیروز چلسی بود، لمپارد. از این پک این کارت رونالدو رو در وردیم. چه کارتی در اومد بچه، چه رونالدویی در وردیم اول کاری. بچه اینم کارت بعدیمون، نمیشناسم بچه، من سیتی فرانسوی هستش. اینم از این یکی کارتمون بچه، رونالدو ترکون، یعنی همین اولای پکمون بچه. اولین پک ها هستش من دارم تو چنلمون باز میکنم که خیلی پک های خوبی هم داره میده. اینم برچسبون، برچسب سیلوا اوورال 92. اینم از این برچسبمون بچه. اینم از این یکی برنارد، برچسب برنارد. اینم از اینا. اینم فیگورمونم که این بود. بریم سراغ هیروز بعدی. میریم سراغ آقای روز، آقای چی؟ نمیشناسم. این پک هیروزمون که دورتموند هستش. بریم ببینیم چی هستش. خب بچه ها اینا رو بذاریم کنار. یو ابوالفضل، بچه ها دوباره ولکونم نیست. زیدان ولکونمون نیست. کیندی در نقش کی؟ بچه وای نقششونم بازم خودتون بگید. وای 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 آقای زیدان، چه کارتی در اومد بچه ها. کارتای خیلی خوبی دارم دریافت میکنم بچه ها، خیلی کارتای خوبی دارم در میارم بچه ها. اینم از این پک دورتموندیمون بود. خب بچه اینم اکشن فیگورمون بود و اینم از کارتمون که آقای توموری فکر کنم، اینم از ایشون در اومد. خب بچه یه ذره من کارتا رو براتون مرتب کنم، بریم سراغ هیروز بعدی و آیکانزا. بچه خیلی طول نمیدم. برچسبو بچه اول اینو نشون میدم، جک گریلیش این که بره کنار اصلا این مهم نی. بچه ها برچسب لالیگا در آوردم بچه ها، پکای خوبی داره میده بهمون، راضیم. بریم سراغ پک آسه میلانمون که مالدینی و ماتئوس هستن. هیروز هست پکمون، بریم بازش کنیم. لیتس گو بچه ها. یا ابوالفضل، یا علی، بده بینم. مسعود اوزیل بچه ها. کارت اینا اسم کارت چی بود بچه ها یادم نیست. مسعود اوزیل بچه های شنگ ببینید، این کارت مسعود اوزیلمون بود بچه ها. بوکایو ساکا، آسه میلان. خب بچه ها اینم از این برچسبون. لواندوفسکی و مولر بچه ها. اینم برچسب مولر و لواندوفسکیمون بچه ها، خیلی رو خوب در میاد. این آقا رو در آوردیم. بریم سراغ پکای جالب و خفن آیکانز. بریم پکای آیکانز که بچه داخل اینها 3 تا کارت داریم که برو ببینیم. رویال هم داریم بچه ها، از اینجا شروع میکنیم. نیفت. خوب آقای ریکارد، فرانک ریکارد،
این رو میذاریم اینجا بچه ها. اوه 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 اوه، برچسب و بین زیدانی در اومده ها. اوه، کارت وانتد در آوردیم بچه ها. کارت وانتد کیه؟ این کیه بچه ها؟ نمیدونم بچه ها. ایشون رو در آوردیم و بالتلی نمیشناسم، شبیه نیکولاس جکسون بود. مالدینی، کارت مالدینی در میاره این بازیکن. هیگویتا بچه ها، بازیکن خیلی معروفیه، فقط من نمیشناسم، هر جا هم میگم مسخرم میکنن. رویال کارت ایشون در اومد. کارت های خوبی در آوردیم. من آیکونزم، بریم سراغ آیکونز بعدی. بچه همش جورج بیس هستش آیکونز همون. یو ابوالفضل، دیگو مارادونا بچه ها، دیگو مارادونا، کارت راکستار مارادونا. بچه ها کارت ها رو نگاه کن، نمیشناسم بچه ها، رالی هستش. بچه ها این کارت ها رو در آوردیم. این پکرم بذاریم اینور. بچه ها برچسب راکستار پله، فوکس اگه داشته باشیم. این برچسب راکستار پله هم داریم. بله، کارت کلاب اولمون من یونایتد در میاد. کارت من یونایتد. خب بچه این کارت من یونایتد در آوردیم کلاب، که بچه اولین کلاب هم هستش. این آقا رو داریم و یه کلاب آسا میلان برچسب هم داریم. مالدینی، یه کارت مالدینی هم اینجا ما داریم. بچه ها اینجا تا اینجا بود پک آخرمون، یعنی آیکونز. بازم قراره آقای بست، جورج بست، یه پک خفن انشالله بهمون بده. اینو میذاریم کنار. بچه ها کارت انتقال چیه؟ جامس رودریگز. جامس رودریگز بچه ها، به رئال رفته اینجا داخل این کارت. و بچه ها کارت انتقال کیلیان امباپه برچسب بچه ها. کارت که نه، آقای کرسپو فکر کنم ایشون برچسب. اینم برچسب بعدیمون. و این کارت رو داریم که آقای لایمر، نمیدونم بچه نمیشناسم متاسفانه، سیلوا. خب بچه هم این تا این آنباکس کیندی همون بود. اینم چقدر آشغال کیندی. اینم از آلبوممون بود بچه ها، آلبوممون در میاریم. اینم از آلبوممون بود کلا بچه. بذار جویش فعلا. اینو من براتون میذارم اینجا بچه ها. این کارت هایی بود که امروز در آوردیم بچه ها. قشنگ این کل کارتامون بود، کل کارتامون که خوباش امضای مارتینز بود و دیگه رونالدو داشتیم اینجا، کارت زیدان داشتیم، کارت راکستار مارادونا داشتیم، کلاب من یونایتد داشتیم، راکستار تیمشون هم داشتیم
اوزیل و دیگه بچه کل کارتامون بودن دیگه. خودتون بگید خوب بودن. خب بچه آخر ویدیو میخوایم یه چیزی هم بذاریم بچه. من یکی این کارتا رو بردارم. حالا این رویال رو بردارم بچه. جنس کارت ها بچه مثلا چه سیلور باید بیارم. کارت از همین بغل وایسا بردارم. 20-25 هم برمیدارم بچه. مثلا الان من تورنمنت امضای 20-25 من یه حالا یه کارت میارم بچه. جنس روی کارت ها خیلی تغییر کرده. شاید خیلی نشه فهمید، ولی بخوایم از این ور کارت ها نگاه کنیم، کارت های 20-25 یکم نازکتر هستن. البته نه، کارت های 20-26 نازکتر هستن، فقط چرا این کج شده بچه. جنس روی کارت ها واقعا 20-26 ترکونده تو اینا بچه. خیلی 20-26 ترکونده. مثلا من الان مثلا همین مالدینی هم الان براتون بچه. جنس روی کارت ها قشنگ با دست کشیدن روی کارت ها میشه فهمید جنس کارت ها فرق کرده بچه. حالا ما الان اینجا یکی اووردیم یه کارتی، حالا همینجوری اینو بزنیم سر جاش. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید بچه ها. لایک رو بکوبید، ساب این پایینم بزنید، زنگوله رم بزنید. اومدم بگم زنگوله فلانی مغزم رفت جای دیگه بچه ها. زنگوله رو بزنید تا هر موقع ویدیو جدید میذارم اول نفر باشید که میاد ویدیو ما رو میبینید. بازم بگم لایک ساب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، بای بای.